سلام به همه کتاب دوستان. اینجا جایی بین خواب و بیداریه و صدای آروم از دل واژه ها میاد. من محمد هستم و شما رو دعوت میکنم به اولین اپیزود از رمان کلاسیک و پرهیجان ستفنگدار از الکساندر دوما. به صدای واژه خوش اومدید. بخش اول. 3 هدیه پدر. لویی 13 همیشه فکر میکرد که خودش از بهترین شمشیربازان کشورش است. اغلب از اون میشینن که میگفت اگه دوستی داشتم که قصد دوئل داشت بهش پیشنهاد میکردم که اول منو و بعد هنتر و یا شاید اول اون انتخاب بکنه. از بین دوستان شاه ترویله یکی از نزدیکترین و وفادارترین آنها بود. در آن روزها واقعا ضروری بود که شاه به وسیله افراد قابل اعتمادی چون ترویله حمایت و محافظت شود. شاه در اولین فرصتی که با عنوان لویی 13 بر تخت پادشاهی نشست او را به سمت کاپیتان بادیگاردش ستفنگدار گماشت. وزیر اعظم شاه کاردینال ریشلیو که دیگر از مقام بالایی برخوردار نبود، هنگامی که گارد قدرتمند شاه را به فرماندهی تحویل دید، تصمیم گرفت که او نیز نگهبانانی به مانند تفنگدارهای شاه داشته باشد. این دو قدرت رقیب برای جمع‌آوری افراد مجرب و کارآموزده و شمشیربازان دلیر بسیار فعالیت می‌کردند. در آن زمان هر روز زد و خوردها و جنگ‌های زیادی اتفاق می‌افتاد. عیان‌زاده‌ها علیه یکدیگر نقشه می‌کشیدند و با هم می‌جنگیدند و از این رو دزدها، ماجراجوها و سارقان حرفه‌ای و لات‌های زیادی وجود داشتند که باعث دردسر تمامی مردم می‌شدند. ساکنان شهر نیز همیشه علیه این یاغیان و اغلب اوقات علیه عیان‌زاده‌ها قیام می‌کردند، ولی هیچگاه به کاردینال اعتراضی نمی‌کردند. به این ترتیب طبیعی بود که به خاطر سرصداهایی که در نزدیکی میمانخانه جولی میلر شنیده میشد حس کنجکاوی ساکنان میون برانگیخته شود و به اونجا حمله کرده و از هر چی میتوانستند به جای اسلحه استفاده کنند. پی بردن به علت این آشفتگی و طغیان مشکل نبود. شخصی که باعث ایجاد این طغیان شده بود مرد جوانی بود. بدون شک اون مردی از اهالی گسکون بود. او از نظر قند و اندام خیلی بزرگ بود، ولی به نظر می رسید که آدم با تجربه ای باشد. اگه او شمشیر دراز و بلند پشتش آویزان نبود، یک آدم با تجربه احتمالاً فکر میکرد که او پسر یک مزرعه دار است. اسب بسیار زیبایی داشت، داری که توجه همه را جلب میکرد. به نظر می رسید که بیشتر از 13-14 سال نداشته باشد. زین زردرنگی داشت و دمش هم کاملا بدون مو بود. با اینکه میبایست در روز 8 لیگ مسافت را طی کند، ولی عادت داشت که سرش پایینتر از زانوهایش بگیرد. نام پسرک جوان صاحب اسب آرتاگان بود که نمیتوانست ظاهر مسخره ای رو که برای اسب درست کرده از خودش پنهان کنه. آن روز وقتی که اسب به عنوان هدیه از پدرش قبول کرد، آه عمیقی کشید. گسکون پیر گفت: پسرم، 13 سال پیش این اسب در یکی از استبل‌های من به دنیا آمد و تا به حال نیز نسبت به من خیلی وفادار بوده. فکر میکنم خوشحال بشی که از این موقع به بعد صاحب اون باشی. پدر آرتاگان ادامه داد: حالا که تصمیم گرفتی خود از زندگیت را اداره کنی، به دقت از نام فامیلیت مراقبت کن و هیچ انتقادی را بجز از شاه کاردینال نپذیر. هرگز از جنگ و دعوا ترسی به دل راه نده و همیشه به دنبال ماجراجویی باش. من که طرز استفاده از شمشیر را به تو یاد دادم، پس در هر موقعیتی بجنگ. پیرمرد افزود: به محض اینکه به پاریس رسیدی این نامه را به تحویله بده. این نجیب زاده سابقا یکی از همسایه‌های ما بوده و این افتخار را پیدا کرده که قبل از به تخت نشستن شاه به عنوان ملازم و همراه پادشاه انتخاب شود. همکنون او فرمانده تفنگدارها و عبارت دیگر فرمانده بادیگارد شاه است و به همین خاطر سالانه 10,000 کرون میگیرد. او از افراد عالی رتبه است. او هم مانند تو کار خود را آغاز کرد. با این نامه به نزدش برو و از او سرمشق و الگو بگیر، به این امید که تو نیز مانند او در زندگیت موفق شوی. پسرم، من به جز اون اسب و 15 کرون و نصیحتی که کردم چیز دیگری ندارم که به تو بدهم. سعی کن که به نحوه مطلوب از آنها استفاده کنی و زندگی شاد و طولانی داشته باشی. سپس گسکون پیر شمشیر خود را به کمر پسرش بست، صورت او را بوسید و برایش آرزوی موفقیت کرد. شب کوتاه ولی داستان‌ها طولانی و جاودانه. تا اپیزود بعدی منتظرتونم.